سلام. تو قسمت دوم از آموزش مقدماتی CSS میخوایم بریم سراغ مارجین و پدینگ. چون ما رنگ متن و رنگ بوردر و رنگ بک‌گراند رو دیدیم، کار کردیم باشون، یعنی این سه جلسه رو ما کار کردیم، سه تا سرفصل رو. سلکتور هم که دیدیم باهاش چجوری کار میکنن. میریم سراغ مارجین و پدینگ. ببینین ما تو هر صفحه‌ای که باشیم، عناصر صفحه ما معمولا یک فاصله داخلی دارن، یعنی این چیزی که این داخل داری میبینین نسبت به این قاب بیرونی خودش یک فاصله داره، و خود این تگ نسبت مثلا به این مارجین، به این دکمه و به چیز دیگه یه فاصله دیگه داره، یا مثلا این عنوان نسبت به این دکمه یا این متن نسبت به این دکمه. اینا همه فاصله هایی دارن. فاصله هر تگ نسبت به تگ های بیرونی خودش با مارجین مشخص میشه، و فاصله داخلی با پدینگ که میره تو مبحث بعدی. خب میگه 4 تا جهت داریم ما، نسبت به بالا، نسبت به سمت راست، نسبت به پایین، نسبت به سمت چپ میتونیم مارجین بنویسیم. خب یا اینکه نه، بیایم چیکار کنیم، یک بار کلمه مارجین رو بنویسیم به این حالت و 4 تا جهت بهش بدیم. اگه یک مقدار بدیم برای هر 4 جهت در نظر میگیره، وگرنه این از بالا، سمت راست، پایین، سمت چپ. بعد ترتیبشون رو که گفتم به همین حالت، هر چی کم کنین عوض میکنه. اگه دوتا بنویسین، این اولیه میشه برای بالا پایین، دومی میشه چپ و راست. خب میریم سراغ بعد. اینم بعد داره میگه اوتو هم میتونین استفاده کنین. از اوتو استفاده کنین نسبت به چپ و راست خودش و بالا پایینش شناور میشه. میریم سراغ کد نویسی. ببینین من تو جلسه قبلی یک EP1 ساختم، اپیزود 1 مثلا، توی اون اومدم کد نوشتم حالا، و اینو با ویژوال استودیو کد باز کرده بودم. من چیکار کردم؟ یه پوشه دارم به اسم CSS اینترو برای این دوره است. شما بهتر همین کار رو بکنین. کل این دوره رو با ویژوال استودیو کد اگه باز کنین، اون موقع میتونین راحت به فایل‌های جلسات قبلی دسترسی داشته باشین. من EP2 رو که ایجاد بکنم دیگه نیاز نیست دوباره بیام از اول کد بنویسم. میام میگم این ایندکس و این CSS سلکتشون میکنم، انتخاب میکنم کپی، و داخل EP2 کلیک راست میکنم پیست. خب من این رو میبندم، EP1 میبندم، ایندکس رو باز میکنم و استایل. من میگم اینا رو دیگه کار ندارم. ولی مثالی که میخوایم کار بکنیم دوباره مباحث جلسه قبل رو داره. دقت بکنین. من تگ پی رو یه دونه نگه میدارم، هدینگ و اسمشو مثلا میزنم، به جای آیدی میگم کلاس، اسمش هم میزنم پیج تایتل، و این چیزی که داریم میبینیم. استایل هم که نداریم. من EP2 رو الان اجرا میکنم. خب من میگم فاصله پیج تایتل من، میخوایم با مارجین ها کار کنیم. من اول بهش رنگ میدم، میگم رنگ مثلا 21 21 21، رنگ یک واقعیه، تو سایت ها استفاده میشه. میخوایم پس ببینین جلسات قبلی رو هم کار کنیم. از طرفی میگم بادی، تگ اصلی سایت، اینم یه دونه است، اسم تگش رو میزنم. بس ما توی یه صفحه نمیتونیم چندین بادی داشته باشیم. میگم بک‌گراند کالر برای بادی مثلا از حالت سفید خالص درش بیار، مثلا ببرش روی ای میگم اینجوری خاکستری خیلی ملایم. و مثلا میگم تگ های پی سایت من، اینا هم کالرشون به این حالت باشه، و میتونه حتی بیاین یکم شفافترم کار بکنین، مثلا تو این قسمت ها. بعد فونت سایزشون به فرض باشه 14 پیکسل، و هدر من باشه فونت سایز 22 پیکسل. خب بریم ببینیم به چه چیزی تغییر کرد. یکم بهتر شد. کاری که میخوایم بکنیم، میخوایم هم مفهوم سلکتورها، هم رنگ، هم مارجین و پدینگی که این جلسه میخوایم کار کنیم و داشته باشیم. من اگه اینجا بیام بگم input type text، place holder بزنم، بگم enter your name، اینا رو تو جلسه توی دوره HTML داشتیم.
اسمتون رو وارد کنین. یک کلاس هم بهش میدم، میگم تکست اینپوت. این مثلا همه اینپوت های من تکستی، مثلا ممکنه یه دونه دیگه داشته باشم اون از نوع مثلا یک حالت دیگه باشه، ایمیل باشه یا فلان باشه. پس ببینین من به جای اینکه کلاس بدم یه کار دیگه هم میتونم بکنم. ببینین اتریبیوت داشت دیگه، تایپش چیه؟ تکست. پس بیام از این استفاده کنم، میگم همه ی اینپوت های من بوردر داشته باشن 1 پیکسل به رنگ DDD. بعد اینا ارزشون 150 پیکسل باشه به فرض. بریم تو اجرا، یه بوردر ساخته 150 پیکسل، بعد بوردرش هم زده حالا خاکستری، نشون نمیده بوردر رو زیاد. من بذار بوردر رو یکم پررنگ تر کنم، یکم به چشم بیاد. میگم بازم زیاد به چشم نمیاد. اینپوت اینم بزنم 21 21، اینم بزنم بیشترش کنم 2 پیکسل. البته ببخشید اینجا من سالید رو یادم رفت بنویسم. سالید به صورت توپر باشه، بعد میریم تو اجرا، حالا میبینین. ولی ما نمیخواستیم 2 پیکسل باشه، میریم رو همون چیزی که مد نظرمون بود. من رنگش هم تغییر میدم به DDD، ولی سی میذارم. شما مثلا میتونید DDD استفاده کنید، ولی تو ویدیو بیفته من میخوام یه رنگی باشه که تو ویدیو نشون بده نسبتا. خب حالا خیلی خاکستری ملایمیه، اما شما اینپوت به این صورت توی هیچ سایتی نمیبینین. من حالا میام یکم واقعی ترش هم میکنم، میام میگم اینجا لیبل مثلا فول نیم. الان یه لیبل هم داره. مثلا چیزی که شما میبینین معمولا یک فاصله از داخل داره، بهش میگن پدینگ. من میزنم پدینگ 5 پیکسل. میریم تو اجرا، فضایی که الان فاصله داره از داخل بیشتر شد، میام میزنم 5 پیکسل بالا پایین، بذارین مثلا 10 پیکسل. میبینین الان داره بزرگتر میشه. من برای اینکه تو ویدیو بهتر بیافته اینو من میذارم AAA که رنگ پررنگ تری داره. خب الان شبیه اینپوت های سایت ها داره میشه، نزدیک شده به اون. خب من میخوام بگم با مارجین میخوام حالا کار کنیم. من میگم پیج تایتل من مارجین باتن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی از پایین یه فاصله داشته باشه. چقدر؟ 25 پیکسل. یعنی تگ پی که زیرشه 25 پیکسل ازش فاصله بگیره. من میخوام این از سمت چپ مارجین لفت بدم بهش، مثلا 40 پیکسل فاصله بگیره. این میشه مارجین. پدینگ رو دیدین؟ پدینگ شد این فاصله داخلی یک عنصر. حالا میگم مارجین بگیره، مارجین لفت 20 پیکسل. این چه کار میکنه؟ الان نسبت به این لیبل کنار خودش فاصله 20 پیکسل فاصله گرفت. میتونستم بگم از بالا هم فاصله بگیره، مارجین مثلا تاپ 40 پیکسل. الان نسبت به اون تگ پی 40 پیکسل فاصله میگیره. پس این مارجینه، این پدینگ هم داخلیه. اینجا رو ببینین، اگه من گفتم یک مقدار بدیم، این 4 مقدار خودش تعیین میکنه. پس همه شدن 10 پیکسل. من میگم 10 پیکسل از بالا پایین، 20 پیکسل از چپ و راست. اینجا ببینین چی میشه؟ پدینگ ها. این فاصله ای که الان علامتگر موسمن من میخوام تایپ کنم از اینجا مینویسه دیگه، از این پیش این بوردره نمینویسه. 20 پیکسل اینجا فاصله داره میده از چپ و راست. که بخوایم اگه همون تو اینجا ایجاد کنیم بایستی بیایم اینجا بگیم 20 پیکسل. من میتونم یه کار دیگه هم بکنم، بگم تکست الاینت سنتر باشه. داریم یاد میگیریم که به یک تگ میشه ان تا خصوصیت داد. اینو پاک میکنم. خب بیایم، پس جالب داره میشه. بیایم یکم صفحه یک فرم بسازیم. من اینجا میگم
این تگ پی رو مثلا پاکش کنم. میتونم اینجا بگم create new اکانت جدید بساز. میام به این از این چند تا کپی میگیرم و اینجا میگم مثلا ایمیل و اینجا میگم پسورد. دقت کنین تایپ داریم، تایپ پسورد توش بنویسین ستاره میزنه، نقطه مشکی میزنه. تایپ داریم ایمیل، فقط ایمیل قبول میکنه. اینجا میگم اینتریور ایمیل، اینجا هم پسورد رو میام از کاراکتر ستاره استفاده میکنم، مثلا میگم 8 ستاره. بریم تو اجرا. چی شد؟ همه افتاد توی یه خط. پس اینم مسئله مهمیه، چیزی که باید یاد بگیریم. ما میخوایم به سایز بندی هم جلوتر کار بکنیم. البته هنوز نمیخوام وارد اون مسئله بشم، ولی ما پدینگ و مارجین رو تونستیم یاد بگیریم تا حدی. این شد اینتریور ایمیل. میبینین همه الان یه شکل شدن. دقت بکنین. الان من اگه بیام بگم اینپوت به فرض تایپ مساوی ایمیل، این مثلا یک CSS دیگه داشته باشه. بگم تو بوردرت به فرض یه پیکسل رد باشه، سالید رد. اینپوت تایپ بذارین اینجا. خب سالید، این من اشتباه پاک کردم یه حرفو. رفرش میکنم. چی شد؟ من الان تونستم با اتریبیوت، با یک خصوصیت خاص بیام یک تگ رو بهش مثلا یک آپشن جدا بدم. چی گفتم؟ گفتم اونی که مثلا تایپش اینپوتی که تایپش ایمیله، من بیام دوباره اینو نشون بدم، بگم چند تا مثلا اینپوت داریم، اینم تایپ تکست، این مثلا موبایله، اینم دوباره مثل همونه، حتی اون پسورد هم به هم حالته، ولی اینی که ایمیله مثلا بوردرش چیز دیگه شده. خب پس این کارا رو میشه کرد. ما الان بس با رنگ آشنا شدیم، به بوردر رنگ دادیم، تونستیم از خصوصیت استفاده کنیم، تونستیم پدینگ و مارجین استفاده کنیم، با رنگ ها بیشتر کار کردیم. پس این CSS هایی که می نویسیم و سعی میکنیم جوری بنویسیم که جلوتر به کار بیاد، واقعی باشه، که بتونیم بعدا ازش دوباره استفاده کنیم. اینم از جلسه مارجین و پدینگ.